کی مادری مرا میخرد. این داستان از توی عروسی برادر قصه میکند که در روز جشن خانه‌دارشویش انجام یافت. هنگامی که توی عروسی برپا شد، همه سرگرمی شادی و سرور بودند و داماد و عروس کنار هم نشسته بودند و مادر داماد در کنار آنها نشسته بود. این هنگام عروس به گوش داماد با صدای پست گفت: با مادرت بگو از نزد ما دور شود، زیرا از او خوشم نمی آید. این برادر که مادرش را دوست می داشت و احترام او را می دانست، خیلی عمل عجیب انجام داد. به نزد بلندگویک رفت و با صدای بلند به حاضرین مجلس گفت: کی مادری مرا می خرد؟ و این را 3 بار تکرار کرد. همه حیرت زده شدند و خاموش شدند که چرا چنین می گوید. در این هنگام داماد انگشترین ازدواج را از انگشتش بیرون کرد و گفت: من مادرم را میخرم، و رو به عروس کرد و طلاقش را اعلان کرد و مادرش را برداشته برآمده رفت. پس از چند روز که داستان همه جا را پخش کرده بود، در آن منطقه مرد به نزد این جوان آمد و گفت: شوهر بهتر برای دخترم از تو نمیابم، و دخترش را به نکاح او درآورد. برادران و خواهران جان، اکنون به یاد آورید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کسی که بیشترین حق را دارد گفتند: اول حق مادرت را ادا کن، سپس حق مادرت را ادا کن، و باز حق مادرت را ادا کن، سپس از پدرت را. بترسید ای کسانی که مادران خود را به خاطر همسر، دوست و یا چیزی دیگر آزرده خاطر میکنید.